مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید. کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید. همین الانی که دارید منو میبینید روی دکمه لایک بزنید. اتفاق خاصی نمیفته، روی دکمه لایک بزنید. بقیه کارا خودشون اتفاق میفته. امروز قصد داریم که در خصوص صنعت، توجه بکنید، صنعت پر رونق سینمای ایران با شما صحبت بکنیم و افشاگری بکنیم در خصوص این شعر خانم فریبا نادری و یه مقدار راجع به پشت پرده‌های ایشون و سحر قریشی و یه چند تا فایل صوتی و اینا بگیم که البته یه تیکه کوچیکی از دریای بیکران صنعت پر رونق سینمای ایران و خانم فریبا نادریه که میخوان راجع به پشت پرده‌اش صحبت بکنیم. همچنین سحر قریشی و ادامه خواهد داشت این افشاگری های ما در خصوص ایشون. فقط یه مقدار میخوایم چربش کنیم و نرمش کنیم و گرمش کنیم در برنامه پشت پرده. و ماجرا هم از این قرار بود، بذارید این صفحه رو بزرگ بکنم. فریبا نادری اومد یه دونه استوری گذاشت از مسعود صابری که در ویدیو قبلی تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده راجع بهش صحبت کردیم. حالا اگه ندیدید چیزی از دست نمیدید، ولی خب برید ببینید، خوبه. گفته که این مسعود خان صابری هم رفیق هم دکتر با معرفت و فلان بیسان بهمان. چون ما در رسانه پشت پرده راجع به مسعود صابری افشاگری کرده بودیم، خانم فریبا نادری هم گفته بود که بیام یه حمایتی ازش بکنم. ما هم یه قانون داریم در برنامه پشت پرده. اگه ما راجع به یه کسی افشاگری بکنیم، یه کسی دیگه بره پشت اون آدم در بیاد، سفیدشویی بکنه، نمیدونم بخواد ازش حمایت بکنه یا بخواد جو و مثلا ببره به یه سمتی که اون طرف پاک و مطهره، قفلی میزنیم رو خود اون آدم که درس عبرتی براش بشه که وقتی ما در رسانه پشت راجع به یه کسی افشاگری میکنیم احترام بذاره، بره دنبال بازیش و بره دنبال کاری که خودش میدونه. عکسش هم میخوای براتون قشنگ اینجوری بذارم چون یه عدتون اینجوری دوست دارید. باید ببینید و اینا. از زوم بکنم حالا بهتر. قشنگ اینجوری فکر کنم بالاتر باشه. خانم فریبا نادری که آوازش با سحر قریشی یعنی توی تهران پیچیده بود دیگه، یعنی نصف تهران این دو نفر آباد کرده بودن. فرقی نمیکرد طرف فوتبالیست باشه، تهیه کننده یا کارگردان باشه. و عکسای دوتاییشون هم حالا زیاد ازشون هست، ولی خب دیگه اون کسایی که تو تهران بودن میدونستن که اینا 7-8 سال پیش، یعنی اوایل دهه 90 91 92 93 یه خانم فریبا نادری هم مجرد شده بود، همسرش فوت کرد، حالا راجبش صحبت میکنیم. یعنی تهران رو آباد کرده بودن که میاد راجب آبادگری اینها هم جلوتر با شما صحبت خواهیم کرد. ولی خانم فریبا نادری که متولد 23 فروردین ماه 1363 هستن، ورود به سینماشون هم جالبه. موقعی که 18-19 سالش بود سوراخو پیدا کرد. مثل 90% این بازیگرا رفت چسبید به این آدمایی که توی سینما و تلویزیون یه اسم و رسمی دارن و دیدید دیگه قبلا اینجوری بود که طرف میرفت میچسبید به تهیه کننده و کارگردان و نمیدونم سرمایه گذار که اون طرف حالا یا میخوابید زیرش یا روش هر کار دیگه ای که میکرد به خودش ربط داره تا یه فیلمی بهش بدن، یه سریال نقشی بهش پیشنهاد بدن. البته وقتی من این حرفو میزنم یه عده میگن که یا ابوالفضل امام و انقلاب و اسلام و سینمای پاک ایران به خطر افتاد، چون سینما ایران همه در حال راز و نیاز و رکوع و سجود این صحبت ها هستن. یعنی اصلا این اتفاقاتی که میگم نمیافته. فقط من نمیدونم که این کمپین میتو از کجا پیدا شد که یهو به صورت خودجوش اومدن بازیگرها صحبت کردن و گفتن که آره تو سینما ایران کتایون ریایی بگیر تا سحر قریشی و نمیدونم یکتا ناصر و مهناز افشار و همه اومدن گفتن که آقا ما تو سینما ایران به معنای واقعی کلمه دستمالی شدیم. یعنی ما رو مالیدن یا ترتیبمون رو دادن که به ما توی سینما یا تو تلویزیون به ما نقش دادن. خودشون توی کمپین میتوشون گفتن، من نگفتم.
یعنی قبلش من گفته بودم گردن نگرفتم، بعد یه جایی به بعد دیگه گردن گرفتن، شروع کردن گفتن که آره ما این اتفاق برام افتاده. خانم فریبا نادری هم از این دست آدم‌ها بود. موقعی که 18 19 سالش بود میره با کی؟ میره با مسعود رسام، خدا بیامرز مسعود رسام، که آقای رسام متولد 1336 بود. اون موقع 27 سال اختلاف سنی داشت با خانم فریبا نادری. که این مسعود رسام که خانم فریبا نادری هم اومده عکس ایشونو گرفته توی دستشو. اصلا بازیگر شدنش رو خانم فریبا نادری مدیون مسعود رسام هستش. و مسعود رسامی که سال 1388 تو بیمارستان لاله تهران درگیر سرطان میشه و متاسفانه فوت میکنه و خانم فریبا نادری هم میگفتش که من دیگه بعد از اون محاله که با یه شخصی که توی سینما باشه ازدواج بکنم. دیگه سوراخ و سلطان شما پیدا کرده بودی. آقای مسعود رسام اومد شما رو آورد توی تلویزیون و سال 1382 83 یه فیلم سینمایی رو خانم فریبا نادری بازی کرد به اسم مروارید سیاه، حالا مروارید سرخ، عذرخواهی میکنم. اینم عکس کاور اون سریال مروارید سرخ از شبکه تهران پخش میشد. حتی یه تیکه بازی خانم فریبا نادری هم میتونیم ببینیم اینجا. اون موقع دماغ و اینا هم که اصلا چیز بود. اینجا دیگه سوراخو پیدا کرده بود و مسعود رسام هم ریل زده بود و بعدش هم تبدیلش کرد به ازدواج. ببینید اولین بازیش. علی ها، خیلی وقت اونجا وایسادی. به چی فکر میکنی؟ من هیچی. خیلی خوب، اگه نمیخوای بگی منم حرفی ندارم، اصلا مهم نیست. ولی علی آقا یادتون باشه قدیما همه حرفا رو به هم میگفتیم، ولی حالا دیگه آخ چقدر دیرم شد. وای چند تا جلسه مهم دارم. خیلی خوب، منم کلی کار دارم که باید فقط انجام طبیعی بدم. بازی میکنن پشما. ولی یه وقتی بذار که یکم با هم صحبت کنیم. باشه؟ چشم، خیلی خوب. خب امثال اینها خاک تئاتر رو نخوردن، برای همین اینقدر مصنوعی و شل شخمی بازی میکنن و به صورت آکادمیک وارد دنیای حرفه‌ای هنر و سینما و تلویزیون نشده بودن. اینا خاک نهایت کف فرش اتاق خواب تهیه کننده رو خوردن. الان که جدیدن تو سال 1401 و 2 دیگه با کلاس هم شدن، میرن و تو اتاق گیریم ترتیب میدن تهیه کننده و کارگردانا. قابل توجه دوستان اتاق گیریم و این موقعی که 18 19 سالش بود ریل میزنه و وارد سینما میشه. بعدش دیگه با سحر قریشی دیگه بعد تا سال 86 88 که فوت میکنه همسرش، با سحر قریشی دیگه تهرانی بود که اینا آباد نکرده بودن تا میخوره به پست این آقا مرداد طباطبایی و ایشون یکی از بچه پولدارای تهران خانوادگی توی حوزه صنعت غذایی و لبنیات روزانه و اینا مدیریت دارن. سال 96 ازدواج میکنه با این آقای طباطبایی و جالبه که اینجا توی این عکس خانم فریبا نادری باردار بوده، یعنی دیگه قشنگ مرده رفته بوده تو پاچش. اینا هم سوراخو بلدن دیگه، همینجوری دم به تله نمیدن. همون 86 ازدواج میکنن، همون 86 هم بچه به دنیا میاد دیگه. میگن سریع نونو بچسبونیم و سریع هم بگیم که آقا ما همون شب هجله و شب عروسی کار رو انجام دادیم، در صورتی که باردار بوده به زور خوش چپونده. بعد جالب این خانم فریبا نادری توی مهمونی‌ها و جای مختلف میره شوهره رو نمیبره، چون خودش خبر داره که در صنعت پررونق سینما ایران و در بین بازیگرها چه آدم‌هایی وجود دارن و ترس اینکه کسی قاپ شوهرش رو ندزده و مخ شوهرش رو نزنه و یه آدمی بهتر از فریبا نادری پیدا نکنه نمیبرتش توی مهمونی‌ها و جای مختلف. ولی خب خودش یادش رفته که ما به این سرقریشی هم میرسیم چجوری وارد سینما شده بود. حرف از سحر قریشی شد که اینجا حالا یه عکس 2 نفر هم دارن. سحر قریشی هم یه وایس گذاشته بود، بصری هم پاکش کرد، اما دوستان همیشه در صحنه این وایس رو برای من رکورد کردن فرستادن.
یه نظری در خصوص رسانه پشت پرده امین فردین میده. یعنی یهو من نمیدونم یهو فریبا نادری و سحر قریشی همه اومدن پا به کار شدن و یهو راجع به ما دارن نظر میدن، راجع به موضوعات مختلف نظر میدن. بریم وایس این سحر قریشی رو بشنویم. من یه جوابی هم براش دارم. در رابطه با آقای فردین و بازیگرای ایران، ببین همه بچه ها میترسن کلن از زندگیشون به خاطر اینکه مجبورن پنهون کنن همه چیشونو و اینکه فکر میکنم من جز بی سیاست ترینام که خیلی چیزا رو پنهون نکردم و در موردش هم صحبت نکردم. در مورد آقای فردینم درسته که خیلی گستاخ و بی‌ادبن، ولی من اصلا هیچ حس بدی بهش ندارم راستشو بخوای. گستاخ رو حالا شما معنا بکنید. گستاخ در حال این کار ماست. خب اصولا خب این وایس اول بعد تیکه تیکه دوستمون ضبط کرده برام فرستاده، یه دقیقه فرستاده چون سرعت اینترنت تو ایران ضعیف بوده. نمیدونم چجوری بگم، واقعا هیچ حسی ندارم. خیلی بچه‌ها همکارام، حالا اسم نمیخوام ببرم، 90% همکارا یا وحشت داشتن یا تنفر از این آقا، ولی من وحشت یا تنفر معمولا از یه گوهکاری میاد. یعنی مثلا شما یه کاری انجام دادی بعد گندش بالا اومده، ما افشا کردیم و اون آدم متنفر شده از ما. وحشت هم همیشه از ضعف میاد. شما وقتی که ضعف داشته باشی نسبت به یه آدم، از اون آدم میترسی یا وحشت داری از اون آدم. و اگر ما در رسانه پشت پرده همیشه حرفمون با سند و مدرک بوده و چون این افراد میدونن که ما حرفمون با سند و مدرک به نوعی وحشت دارن. البته اینا هم من باید بگم که ما بسیار توی حوزه صنعت پررونق سینمایی ایران مسمر سوار و مفید بودیم، به خاطر اینکه خیلی از این افراد از ترس این که افشا نشن و تو رسانه پشت پرده راجبشون صحبت و افشاگری نشه به حال مراعات کردن، یه سری کارا رو انجام دادن. درست مثل پلیس که مثلا اومدن توی بعضی از اتوبانا ماکت پلیس رو گذاشتن، یا از دور ماکت رو میبینه سرعت رو کم میکنه، میگه وحشت دارم یا ترس دارم، به خاطر اینکه یه خلافی انجام نده. تو حوزه بازیگرام همین هستش. یعنی ما اگر میایم یه افشاگری میکنیم، راجع به شخصی صحبت میکنیم، حتی اون آدم اگه از ما بترسه، از ما متنفرم باشه، مهم نیست. مهم اینه که توی اون جامعه یه دختر 15 16 ساله وقتی میره تو اتاق یه تهیه کننده، از ترس اینکه نکنه این آدم یه زمانی بره و امین فردین بگو آبرو من بره، دیگه رعایت میکنه، اون طرف رو دست درازی بهش نمیکنه یا دستمالیش نمیکنه، چون میگه که اگه این کارو بکنم سری میره به امین فردین دایرکت میده و آبروی منو میبره. این مثبته و این به نظر من یک محافظت از زنان ایرانه و محافظت از کسانیه که ناموس من و شما. من نمیدونم اگه بازیگر خانم از من تنفر دارن، حتما میگن که به قول تتلو میگه کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. حتما اونها در و تختشون تخته شده دیگه. قبلا میتونستن بدن یا بگیرن، الان دیگه نمیتونن بگیرن، برای همین متنفر شدن. و من به خاطر اینکه خیلی رک صحبت میکنم و خیلی مستقیم صحبت میکنم، شاید این آدم ها به من میگن گستاخ یا بی ادب. درسته من ممکنه ادبیات خوبی نداشته باشم، اما قطعا آدم بی تربیتی نیستم و سعی میکنم که درست و منطقی صحبت بکنم و قطعا توی خانواده تربیت شدم که برای من ناموس خانواده حرف اول و آخر رو میزنه. بقیه صحبتشو بشنویم. نه من هیچ حسی ندارم، فقط رو حساب این که خب شغلشه دیگه، شغلش ایجاب میکنه که یک سری حرفا رو بیاد بزنه. دمش هم گرم بیاد بزنه، هر کی میتونه خوش دفاع کنه بکنه. ولی میدونم که ایران اجازه دفاع نمیدن، یعنی زنگ میزنن میگن در رابطه با این موضوع مثلا طرفو گنده نکنید، صحبت نکنید. حالا هر کی، نه حالا همین یه نفر، هر حرفی هر داستانی میشه سریع تلفن میکنن میگن که هیچ جوابی ندین. یعنی با من که این کارو کردن راستشو بخواین، نمیدونم با دیگران این کار میکنن یا نه، ولی با من و یکی دو تا از بچه‌ها که شنیده بودم گفتن که در مورد مثلا فلان حاشیه‌ای که براتون به وجود اومده، حالا خودشون بودن، کی بوده چی بوده، همه با هم بودن، دستا توی کاسه بوده، نمیدونم. ولی آقای فردین خیلی موضوعات رو اتفاقا درست میگه، کاملا من باش موافقم. یه سری چیزا هست خب بالاخره ماها که همکاریم و آشنایی میدونیم، ولی یه سری چیزا واقعا خب میگه که خیلی چیزا رو درست میگه و واقعیه. خب حالا بعدش تا اینجا برد بالا، الان احتمالاً میخواد زیراب بزنه. در مورد خودم هم میگم، واسه همین احساس میکنم در مورد بقیه هم دروغه، ولی در مورد خود من واقعا دروغه. یعنی یه سری اسما رو مثلا من خیلی قدیم میدیدم
که در رابطه با من گفته بودن، مثلا من خودم نمیشناختم، به خودت هم مثلا میرسی. زنگ می‌زدم مثلا به دوستام یا مثلا سرچ میکردم ببینم کیه اینو میگه، مثلا این اینجا بوده اون اونجا بوده فلان، اصلا اونجایی وجود نداشته. مثلا آره من با یکی دوست بودم، آره بقیهش دروغ بوده، مثلا هرچی گفته میدونی، مثلا قصه ای که ساخته که فقط اسم منو توی کارش بیاره و حالا با ما هم تو حاشیه زیاد هستیم و بود خبری داریم، بیاد مثلا در موردمون صحبت بکنه. و اینم میدونم که یعنی شاهد این بودم که رفاقتی خیلی کار رو انجام میده ایشون. بعد نیست آدم مرا معرفت داشته باشه، آره، ولی خب باید کارماشم پاس بده دیگه، یعنی باید بخره به جون کارماشو. من استبدی ندارم، انقدر هم چیزی ننویسین فوشموش و انقدر بد نگی، من واقعا استبدی بهشی ندارم. این آقا هم چون زیادتر از اون چیزی که بخواد بگه دروغ راستشو بخواد بگه و قصه رو تعریف کنه و ماجرا رو تعریف بکنه، عوضی که با خود من صحبت بکنه رفته با حسین و اون صحبت کرده. حالا 4 تا رفیق داره، میگه بکوبش، اون میگه اینو بگو، اون میگه بعد خبر قریشی مثلا بیا مثلا پیج منو تبلیغ کنی، چیزی هم من بگو. دیدم که رفیقه مثلا زنگ میزنه مثلا میگه فلانی مثلا من بگم، میگه آره اینو بگو اونو بگو، اونم میاد دروغ میگه بهش، مثلا فلانی میاد به امین فردین دروغ میگه، بعد امین فردین خودش دروغگوه، بعد دروغایی هم که بهش میاد یعنی مثل قضیه دوز به دوز بزنه شادوزه است. اون بنده خودم نمیدونه، مثلا فکر میکنه این رفیق همه داره راست میگه، میاد مثلا از اون ما نگو میشه چوب 2 سر طلا، داستانش اینجوریه. استفاده من واقعا ندارم، نه بگم این همه خبرنگار بچا حالا یه نفر گیر ندین، این همه آدمایی که صاحب تریبونن کلی چرت و پرت میان میگن، کلی دروغ میان میگن از این اون. خودتون عشق بابا، هر چی میخواین بدونید از خودم بپرسین. باشه بیا ازت بپرسیم. خب اما عکستون فکر کنم بهتر باشه. تو توضیحاتت اومدی گفتی که آره این بهش اینو میگه، اونم در خصوص رفاقت راست میگه. ما یه بار خبر به اون رسید که شب یلدا 2 سال پیش خانم سحر قریشی توی یکی از دیسکوهای ترکیه رفته بوده، امیر تتلو هم تو اون دیسکو بوده، اینا همدیگه رو دیدن، با هم آشنا شدن و رل زدن. امیر تتلو خودش به من زنگ زد، گفت آقا لطف می‌کنی این خبر رو پوشش ندی. گفتم چرا؟ گفت من گفتم با سحر قریشی تو رابطی؟ گفت آره. رفاقت من کجا داشتم با ایشون؟ گفتم که خب چرا پوشش ندی؟ گفت خانم سحر قریشی میره ایران و میاد بازیگره، اگه بفهمم با من رفته توی رل یا رفته با من توی رابطه ممکنه براش مشکل ایجاد بشه. اون موقع فیلم نیسان آبی داشت پخش میشد، ممکنه امن الکار بشه و کلا عوامل از نون خوردن بیفتن. ما هم گفتیم که اوکی و خبر ایشون رو پوشش ندادیم تا خود سحر قریشی اومد قضیه رابطش با تتلو رو علنی کرد، راجع به این قضیه صحبت کردن. اینجا ما رفاقت داشتیم که خانم سحر قریشی هم همونجا بغل دست تتلو رو تخت خوابیده بود، اینا هم بغلش خوابیده بود. اگه غیر از اینه بیاد بگی غیر از اینه، میگه من نمیگه از خودم پرسیدی، غیر از اینه بگو غیر از اینه. بعد از اون قضیه هم ما راجع به سحر قریشی 2-3 بار صحبت کردیم. یه بار که گفته بودیم ایشون با پسر خاله یوسف تیموری دوست بوده، عکس 2 نفرتون لو رفت. یه بار اومدیم گفتیم که شما $50,000 3-4 سال پیش از مهدی طاهره میگرفتی، با ایشون دوست بودی که گردنم اون موقع نگرفتی قربونش برم، گفتی نه من اصلا دوست نبودم و اینا، تا گذشت و عکس خودتون لو رفت که عکس‌ها رو هم خودت پخش کرده بودی خانم سحر قریشی، نشون به اون نشون که به مهدی طاهره میگفت بودی 50 تا دیگه بسولف نسولفیده بود و عکس‌ها رو پخش کردی. بعد اومدی گفتی که نه عکس‌ها رو من پخش نکردم، آتلیه داره پخش کرده، در صورتی که عکسایی که لب تو لب و سلفی خودت با موبایل گرفتی که آتلیه دار نداره که مشخص عکس‌ها رو خودت گرفتی. اینا هم باز گردن نگرفتی، خود مهدی طاهره اومد صحبت کرد. اینا همونجوری که توضیح هم داده بودم، ما حدود 2 سال پیش یه تایم کوتاهی با هم دوست بودیم و بعد از آن تمام هیچ ارتباطی دیگه با هم نداشتیم و حالا متاسفانه این عکس‌ها هم که اومد بیرون یه شخصی این کارو کرد که حالا سحر قریشی نمیشه که همینجوری عکس بیاد بیرون. نه من هیچ وقت از هیچ کس من تو زندگی گله نمی‌کنم، شکایتی نمی‌کنم، چون هر چیزی که اتفاق میفته ما خودمون میتونیم از قبل پیشگیریش کنیم و اینکه یه کارایی انجام ندیم که بعدا یه سری اتفاقات نیفته. و من میگم خودم مقصر بودم که عکس گرفتم و اینکه حالا اینا پیش اومده
دیگه مقصرش من نمیدونم که چرا مردم فهمیدن، ولی خب من هیچ وقت این کار نمیکنم، برم از کسی شکایت کنم و بعضیش هم کلا دیگه اصلا دوست ندارم درباره صحبت کنم. چون دمش گرم. ببین مهدی طارمی به نظر من خیلی حرفه‌ای جواب داد. ما هم تو رسانه پشت پرده اصلا راجعش دیگه صحبت نکنیم. خیلی اصلا ما مگه مرض داریم؟ چی میگن؟ بیماری داریم بیایم راجع به این افراد صحبت بکنیم؟ دمش گرم. به نظر من یه فوتبالیست حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای رفتار کرد، حرفه‌ای هم جواب داد. دیدی که ما تو رسانه پشت پرده بعد از این قضیه اصلا واکنشی نشون ندادیم نسبت به مهدی طارمی و سایر این افراد. اما خانم سرقرشی شما میگی که نمیدونم دروغ و راست و قاطی میکنین، 2 تا نمونهشو بگو. تو یا ادعایی نباید بکنی، اگه ادعا میکنی باید براش فکت هم بیاری. ما برای هر ادعایی که کردیم بعدش فکتش ثابت شد. بعد دروغ چی بوده؟ اینکه تو سینما ایران فساده، دروغ خودت که اول صحبتات داری میگی که آره من حرفا اینو درسته، من تایید میکنم تو سینما ایران این هست. آخه ما نفهمیدیم شما حرف ما رو تایید میکنیم، ما راست داریم میگیم یا دروغ داریم میگیم. اگر ما رو قبول داری پس ما داریم راست میگیم، اگر ما داریم دروغ میگیم و ما رو قبول داریم احتمالاً شیشه میزنی. مگه میشه آدم یکی رو قبول داشته باشه که داره دروغ میگه؟ مگه میشه آدم یکی رو قبول داشته باشه که داره چرت و پرت میگه؟ اگه تازه بعد یه جای فکت بالاتر هم میاره، میگه در خصوص من که خودم میتونم نظر بدم، راجع به من خیلی جا که 99% دروغ گفته. بعد میاد میگه که آره در خصوص سینما ایران داره درست میگه، خودشو فک قرار میده، میگه نه من دروغ گفته ولی بقیه رو راست گفته. نمیشه که. شما دوتا خودتون آباد کردید سینما ایران. این قسمت کوچیکی از پشت پرده اینا بود و این چهره و سایر برابرش. حالا قسمت اولش بود. بعدا راجع به این افراد بیشتر صحبت خواهیم کرد در رسانه پشت پرده. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. خیلی مخلصیم.